تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگیت و میرخواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 34. صباح مردان روز آخرین نوروز در میدان بین سرای سنگ و رودبار 5 که آبش همیشه از خانه زمستانی خود بیرون آمده بود، مرد سراپا سیاه پوش پیدا گشت. کلاه قلندران طرز سرش را می پوشاند که چهرهش را کسی دیدن نمی توانست. قلندر مشرب با قدم‌های بردم تیز به بلندی جانب آفتاب نشین میدان برآمد و بالای تخت سنگ چارزانو نشست و چشمان محزون نیلی فام خود را به سپید دمان که آسمان جانب مشرق را رنگ روشن می کرد دوخته در همین حال مثل هیکل شاخ شد. نجوای گاه پست گاه بلندی دریا، خراس شمالک تندسیر که صدای سیلی کفتران به هوا برخاسته را به خاطر می آورد و عوعو سگان اطراف دژ وهم‌انگیز به گوش مرد نمی در آمدند. وی رو به شفق صبح زیر لب چیزی می گفت و گاه ناگاه چون مدیح خوانان آن هم نه آنقدر شنوا صدای درازی می کشید. این مرد چه صلابتی داشت که حتی سگان آشفته مزاج پاسبان دیژ هم تنها هنگامی که سرابش را در نیم تاریکی سحر دیدند لحظه غوغا برداشتند و گویا از کاری کرده اشان پشیمان شده باشند در زمان ساکت گشتند. رسا نیم ساعت بعد مبارک دیوان بیگی دروازه قلعه را غجر راست زنان کشاد و موافق عادت برای نفس کشیدن از هوای جان افزای بهاری بیرون برآمد. وی گران خاطرانه شوله های بر سر قله ها شکسته خورشید هنوز سر به در نآورده را لحظه تماشا کرد، سپس رو سوی مغرب تیرفام آورد و دلش تورید. در روبرویش سیاهی آدم بشره در سر تخت سنگ نشسته به جانبش می نگریست. یقیناً بدخواه سینه ام را به نشان گرفته پراندنی است. به تهلکه افتاد دیوان بیگی و از آنکه پاسبانی شبانه را با امر خودش در اطراف سرای سنگ برهم داد هزاران بار پشیمان گشت. عرق سرد پشتش را تر نمود، زانوانش لرزیدند. کیستی؟ جسارت باقی مانده‌اش را در گلو جمع آورد و صدای نیم شکسته برآورد او. اما از سراب صدایی بر نخواست، حتی نجنبید. اگر پراندن می‌خواست حال و زنده نمی‌ماندم. از دل گذراند مبارک و با قدم‌های نااستوار به بلندی راه گرفت. شخصی سیاه پوش همانا بی حرکت مستغرق تماشای شفق بود و انگار حضور مبارک را پیخس هم نمی‌کرد. مبارک نزد تخت سنگ رسیده به چهره مرد ریش زرد ذهن ماند و ندا برآورد: خدایا کرا می‌بینم، میرجمال، خالجان، بالای این سنگ سرد چی میکنی؟ این شخص میرجمال آوازدار بود که بعضیها او را جادوگر دانسته میترسیدند، برخی ملای عیسی نفس گفته احترام میکردند. در ماتم دوست خدا کیکی صافی گوهر نشستند. دو دست بر سر زد میرجمال: وای بر این جهان مردم شکر که به کسی وفا نمی کند. کیکی؟ حیران شد میرجمال. کیکی در زندان قلعه زنده و سلامت نشسته است. واقعی میشد پیردار به من خبر میداد. میرجمال پایهایش را آویزان کرد و خنده استهزاآمیز زد: امروز ساعت قبض جان اوست مبارک.
چه مرد دلاور است که جانش را هم به دلاوری می دهد. با تخت پشت مبارک از نو عرق سرد دمید. وی حتی تصور کردن نمی توانست که میر جمال پرشنوی و که خوفی با همدیگر شناس باشند. تو وی را از کجا می شناسی؟ من تمام دوستان حق تعالی را می شناسم. به هم روا داشته. هر روز، هر ساعت، هر نفس. مبارک بالکل مات و گرنگ شد. آخر خانه که در خوف تو در پرشنو زندگی میکنی، چی خیل هر ساعت آمد و رفت داره؟ میر جمال خنده مجنون صفتانه خود را به هوای ساکت صبحگاه سر داد و گفت: مگر تو نمیدانی که خداوند تمام موجودات عالم را به خدمت انسان موکل کرده است؟ آب و باد و ابر و باران اگر به من و تو حال دنیا را خبر ندهند، دیگر به چه کار آیند؟ وجود مبارک را گویا تکرو کردند. دل بای داد و خود را در نزد این مرد غیر عادی خرد و ناچیز حس کرد. به یاد آورد که فال درباره مردن محبت خان دیده اش چه پیشگویی پیغمبرانه بود. آن روز اگر به نزد میر جمال نمی رفت، بے شبهه به محض برآمدن از بوستان سید فرخشاه به راه روشان راست می شد و جلای وطن می کرد. خال جان، من براستی از چنین علم فرسخها دور هستم. به آهنگ کودکی که به گناهش اقرار آورده است زیر بینی غرنگید دیوان بگی. خدا این سرای نشین ها را بذل دهد که بجای پادشاه موجودات شدن غلام آنها گشتند. پیچ راه زد میر جمال به گوش مبارک: شکر که جان درخشان کیکی را من استقبال می گیرم. میر جمال با حرکت چالاکی به زمین جهید و بدون خیر و منظور جانب دریا روان شد. مبارک تا از نظر ناپدید گردیدن قامت درویش سیاهپوش حیران و دلکشال از پسش نگریست و با قدم‌های وزنین جانب قلعه راه کشید. رفت و راست به زندان درآمد و چون مطمئن شد که کیکی آسوده به عبادت نشسته است، به مطبخ رفت تا امر دهد که برای بندیان صبحانه سازند. میدان فراخ پهنای پهلوی سرای سنگ از دریای ازدحام موج میزد. مردم از دره‌های اطراف به پایتخت شغنان به تماشای بزم شاهانه نوروزی ریخته هوای راحت بخش بهار پرنگار را با شادمانی و مسرت رنگ و بار تازه بخشیده به اطراف و اکناف می پراکندند. سرای سنگ و بحرپنجه چندین سال باز دلخوشی دست جمعانه را ندیدند. محبت خان تا به درجه بدگمان و زشت اندیش شده بود که 4-5 آدم را در جای سرجم بیند حتما فکر می کرد که برای سوی قصد به جان او گرد آمدند. حال آنکه تا به سریر مملکت نشستن وی بحرپنجه مکان تجلیل شکوهمند عید نوروز گیتی افروز بود و بزم و دلخوشی همگانی در دربار و گرد و نواحی آن 3 روز پی در پی دوام می‌کرد. در این روزها مردم هنر و صنعت خود را به نمایش می‌گذاشت. یک پایگه 3 نمود سبقت داشت: پیاده پایگه، خرپایگه، اسب‌پایگه. گشتی را نورسان سر می‌کردند و پهلوانان نامی انجام می‌دادند. محشر و هنگامه‌ای که در میدان‌های بزکشی و چوگانبازی برمی‌خاست، پرده گوش و کوک چشمان را می‌دراند. داربازی، ماربازی، لشبازی، ارغنچک بازی، سنجک بازی، چشمک بازی، صحنه بازی، سرودخوانی، رقاصی، بجل بازی و دهها سرگرمی‌های دیگر کدورت زمستان سرد و دراز را از سینه‌ها برآورده دلها را از نفحه و امید زندگی سرشار می‌ساختند. امسال یوسف علی خان جشن عاموی نوروز را از نو به دربار برگرداند. بگذار برتری و خلق پروری مرا با محبت خان روسیا مقایسه کرده به روح مقهورش نفرت ها فرستند.
با زرده می گفت به خود شاه: غیر از این از همین ایام دیده مورد مساعدتر برای نمایش دادن هیبت و واهمه سپاه وجود ندارد. بمان دوست و دشمن قدرت حاکمیتم را هرچی عمیق‌تر احساس نماید. به این مقصد روز آخرین جشن از گذشت نظامی فوج شروع گشت. اول چند صف پیاده های نیزه بدست، از پس آنها شمشیر برهنگان، از پس آنها تبرزینداران، از پس آنها تفنگ بکتفان، از پس آنها سوار نظامیان اسب تاز سرای سنگ را صف صف گذشته به درازی 500-600 قدم در ساحل دریا ایستادند. تمام نوکران ختمه کلوچه، شلوارهای خاکستری به بر، کلاه خودهای نمدی همرنگ به سر، پیخهای تکچرمشان دو قبطه بلند به پا، با گشت یکسان و منظم خود دل بینندگان را تسخیر نمودند. ساکنان شغنان که بار نخست شاهد گذشت نظامی سپاه مملکت می گشتند به یوسف علی خان تحسین و آفرین ها می فرستادند. سپاه در کنار پنج به درازی 500-600 قدم ایستاده جشن را شکوه و شهامت دیگر بخشید. شاه که همراه منصبداران بلندپایه و مهمانان عالی قدر از بلندی شفت میدان این همه جنب و جوش را تماشا می کرد، خوشحالانه به منظرشاه رو آورد: میر، دیدی در امور نظام سپاه چی کارهایی کردیم تا بد نبینی نیک پیش نآید. اگر به فیض آباد فراری نمی گشتیم از کجا چنین تجربه می داشتیم؟ دلم بسیار می خواست که در صف پیش با شمشیر برهنه اسب رانم. گله آمیز گفت منظرشاه از نمایش سپاه به وجد آمده: تو همه وقت پیشتاز بودی و میمانی. ممنونانه خندید شاه: اما برای خوفیان پختگرنگت جزاهای عجیب اندیشیدم. تو باید از این بلندی تماشا کنی و به ایجادکاری من بهای سزاوار بدهی. شاه هم به تشویش آمد منظرشاه: خونشان را بر من بخشیدی یا از عهدت گذشته؟ این چند ناشد بیترمالی چه خون دارند که برایت دریغ دارم؟ منظر خوشحالانه جواب داد شاه: کار ساختم که خونشان به فغان آید و راه پیدا نکند که بگریزد و بیارامد. شاه این سخنانش را به درجه بلند گفت که به گوش اعیان و اشراف رسیده حس کنجکاوی آنها را به تحریک آورد و در زمان بال و پر گشاده دهان به دهان به گوش ازدحام رسید. این اثنا دروازه دیژ طاق‌باز گشاده شد و اول سگان خشمالود، از پس آنها بندیان با رسنها به دم سگان بسته به میدان ریختند. او سگان غریب بندیان هیاهوی 10 نوکر کلتکدار که سگان را کشکش می گفتند و داد و فریاد تماشابینان بیشمار میدان را بلرزه آورد. هر یکی از 20 محبوس را با 2 رسن 2 قلاشی از 2 دست به دم 2 سگ شکاری در مجموع 40 سگ بسته به میدان سر داده بودند. در 3 دقیقه اول سله ها و طاقی های بندیان به هر طرف پریده جیلک هایشان پوری خاک و لای گشتند. هر یک بندی را 2 سگ به کدام طرف راست آیت تاب می دادند. در نتیجه بیچاره ها افتیده و برخاسته و چرخیده چون مسخره بازان حرکت های خنده آور و عجیب و غریب می کردند و تماشاگران را به وجد می آوردند. غلاغله و همهمه مردم راه از 4 جانب محکم، دمهای بسته و کشکش نوکران 40 سگ تازی را سرگم و دیوانه کردند. جان بندیان را در این سگبازی تنها آن چیز از مرگ یقین نجات میداد که سگان دستآموز شکاری عادت هجوم به آدم را نداشتند و اگر کدام از غایت خشم به بندی رو می نمود فی الفور از جانب نوکر از رایش برگردانده می شد. مرگ گاو توی گرگان. 20 خوفی اختر سوخته در اسبتاز جان تنازی می کردند و صدها نفر تماشابین خاطرچاق و بالیدرو شادی و مسرت، کفکوبی و خوشتک نوازی. ولوله و مشغله شاید باز هم شدیدتر و پرموجتر می شد اگر 2 سگی که کیکی را به آنها بسته بودند با رفتار غیر منتظره خود به درجه 60 آن را کاهش نمی دادند. این جانوران گویا یک اشتربار را می کشیده باشند. موسفید سرخینه پوش را با کحالت و سستی تا میانه میدان آورده 3-4 دور گشتند و بالاخره در 2 طرف کیکی ایستادند. انگار کیکی صاحب دیرینه اشان بود و آنها سگان با وفای درگاه او. همراهشان جست و خیز داشتند و
کیکی روبروی شاه و مقربانش استاده با روی همیشه خندانش گویا به حال آنها می خندید. از جریان چسب و تلاش سگان و آدمان بیرون ماندن دو سگ و پیرمردی به دمشان بسته البته از چشم تماشابینان پنهان نماند. مردم اول گمان بردند که شاید این مرد با چنین صورت و سمات غیر معمولی مشلات دربار باشد و او را مخصوص برای رنگین ساختن معرکه در قطار دیگران به سگان بسته و به میدان سر داده باشند. اما چون دیدند که با کشکشگویی جدی پیوسته نوکران نگاه نکرده سگان همراه او نه تنها از جای نجنبیدند بلکه به قصد محافظتش حتی به جانب آنها دهن گیز کردن گرفتند، پی بردند که بدون شبهه پیرمرد شخصی عادی نیست. چنین منظره شگفت‌آور از نظر شاه نیز پنهان نماند. این همان قبربان نیمجان نیست؟ گوشکی کرد شاه به منظرشاه. بله، کیکی است، پاسخ داد منظرشاه که خود نیز انگشت حیرت گزیده بود. وقتی سگهای بیگانه در یک نفس مطیعش می‌گردند مردم خوف را چه عیب و گناهی؟ یوسف علی خان با پوزخند زیر لب اسم کیکی را نجوا زد و گوش و گوشش بند رفتاری من بعده خاوند خوفیان گردید. انگار در میدان تنها کیکی حضور داشت، نه سگجکی بود و نه تلواسه و کشمکش بندیان. نیم ساعت گذشت اما یگان جانزاد میدان دیگر به کیکی نزدیک نآمد. شاید مدار از پایهایش گسیخت که به زمین نشست. سگان هم در پهلویش حلقه زدند. این حرکت کیکی و سگان آرامیده دل همه را یکباره ملایم و احساس ترحم و شفقت را در سینه ها بیدار ساخت. داد و فریاد تماشابینان تدریجا فرو نشست. شاه چون دید که بعد چند دقیقه دیگر سگبازی او به طفیل کیکی معنا و مقصد خود را از دست می دهد به قطع کردن نمایش امر فرمود. نوکران سگان را آرام نموده دستان بندیان را کشادند. یوسف علی خان صحنه دوم اندیشیده‌اش را با آواز بلند اعلان کرد: مهمانان به نهایت عزیز ما از سگبازی خسته و لکات گشنه و تشنه شدند. برایشان در پیش چشم شما طعام می دهیم تا دانند که شغلی ها مردم مهمان نوازند و غریبان را بینوا نمی گذارند. به شنید ما خوفی ها مردم بسیار ساده اند، به اندازه ساده اند که نیک را از بد، درست را از نر، تلخ را از شیرین فرق نمی کردند. ما برای سنجیدن این گپ برایشان طبقی تیار کردیم. اگر آن را بخورند به سادگیشان باور میکنیم، اگر کنار گذارند درباره کله های عزیز زیب گردن های درازشان فکر میکنیم. چند نوکر داخلی دروازه رفته با رکیبی ها به در آمدند و آنها را به پیش اسیران گذاشتند. غلاغله پسنده شد. انگار به دهان ازدحام یک و یک باره مهری خاموشی پخش کردند. طبق ها چی دارند شاهم؟ به تشویش آشکارا پرسید منظرشاه که مبادا خوفیان را زهر ندهند. توت و پیشک با خنده پر استهزا هرچی بلندتر جواب داد شاه: خوردند بردند، نخوردند مردند. در چند دقیقه این گپ شاه دهان به دهان به گوش تماشابینان رسید و همگی به مثل گرگان گوسفندیده دم به درون زده متوجه بندیان گشتند. بندیان لال و حیران گاه به طبق می نگریستند گاه به همدیگر. ضیافت شاه عبارت بود از توت گوسفندی و پیشک خشک. چند دقیقه گذشت از شاه تا گدای شغنان منتظرند که خوفیان مسخره باز مسخره نوبتی را چه سان قبول میکرده باشند. نهایت در ثانیه‌ای که طاقت شاه طاق گشت و لب به امر گشادن خواست، کیکی خندان روی دوزانو نشست، جانب همنشینانش چشمکی زد، با آواز بلند بسم الله الرحمن الرحیم به زبان راند و گفت: ثنا به شاه عالم پناه که پسندیده ترین خوراک اهل دربار را از مهمانان عزیز خود دریغ نداشت. کف مال کنید و دلونجه خورید. و دو حوش پر توت و پیش کرده به هم ساوید و نمایشکارانه به دهان بیدندانش هوا داد. همراهانش که گویا منتظر همین فرمان بودند به او پیروی کردند. هنوز شبهه شاه در مورد توتپیش خوردن حریفان در دلش موج میزد که بندیان رکیبی ها را خالی و به نوکران دراز کردند که ببرید. بعضی تماشابینان به حیرت برخی به خنده افتادند.
عده‌ای به حال بندیان اشک ریختند. قسم این را مسخره سزاوار بر ضد مسخره بازی شاه تعبیر داده خوفیان را آفرین باد می‌خواندند. نه منظرشاه نه مقربان دیگر که در نزد شاه نشسته بودند معین کرده نتوانستند که محتوای طبقها را پاکیزه خوردن بندیها به او چه تأثیری گذاشت. قیافه یوسف علی خان تغییری نکرد. بعد بردن طبقها نوکران اسیران را به پا خیزانده چشم به دهان شاه دوختند. شاه برخاست و به آهنگ تهدیدآمیز خطاب کرد: ای مردم، حالا برای هر یک ما حی و طی شد که خوفیان در حقیقت قوم ساده لوح و نادانند. ساده نباشند مگر توت را از پیش فرق نمی کنند. اما باز هم در دل من شبهه باقی مانده است. اگر خوفیان اینقدر ساده باشند بگذار از جایشان دویده خود را به شعال جای پرتویند. نفس همه یک باره یخ بست. چون این گردش واقعه را کسی انتظار نداشت. نخواد دلخوشی نوروزی مردم با فاجعه انجام یابد. از غضب خون منظرشاه جوشید و مشتهایش گره خوردند. اما ناعیان یک دو نفس ژرف کشید و هرچه آرامتر به شاه گوشکی کرد. شاه هم قرارمان بر این نبود که نخواد قرب من همین قدر باشد. یوسف علی خان با زرخند جواب داد: صبر کن منظر، اینجا گپ است. پیشک را نمی خوردن از بحر این مرحله می گذشتم. کو بینیم ساده زیرکانت این بار جانشان را چه خیر خلاص می کنند. اما اسیران برگشته بخت نیم بار از جان خود دست برداشتند. اگر بجر نپرند شاه به جرم ساده نبودنشان آنها را و بدتر از این تمام قومشان را به بلای بد گرفتار می سازد. اگر بپرند جان عزیزشان قربان مسخره بازی شاه شغنام می گردد. در چنین مورد مهلک حتی کیکه هم لاعلاج می ماند. ولی انسان به امید شیطان ناامید گفتند. چشمان 19 خوفی جانب پیری به تدبیرشان کیکه خندان روی دوخته شدند. در هر چشم امید زنده ماندن برنگ جلوه می زد. بعضی چشمها می گفتند که به گپ تو همین سرگذشت بر دوشمان افتاد. اگر بلاگردان باشی بگردان که زنانمان بی شوهر فرزندانمان بی پدر می مانند. اما چشمان نیز بودند که امداد نمی طلبیدند. در آنها نگاه های قطعی شخص از جان خود گذشته و نفرت به شاه و درباریانش به هم آمیخته جوش می زدند. کیکه به همدیاران بهت زدهش رو آورد. وقت و ساعتی به فلکیات پریدن کیکه رسید. من که از چشم ناپدید گشتم شما همه کسه. باز کیکه گوید که همه کسه توپ شوید و سوی پرتگاه بدوید. در این صورت شاه شما را از پریدن باز می دارد. اگر نه خوف به خواوند می ماند. این را گفت و کیکه سرخی نپوش خدایا مرا بیامرز گویان بانگ برآورد و تمام قوت باقی مانده تنش را در پایهای چون لنگ مرغابی قاق درازش به هم آورد و جانب شهال جای پردهشت تاخت. چنان چابک و بشست دوید که انگار شهباز شکاری است و صیدی را آماج گرفته باشد. تا پرتگاه 4-5 قدم مانده بود که کیکه چون پرنده قریب یک گز به هوا پرید و گویا با عالم آدم خداحافظی می کرده باشد. لحظه قناتک زد و جانب دریا سرازیر گشت. این هنگام غیر چشم داشت شاه و رعیتش 19 بندی باقی مانده یک جا از جا جنبیدند و چون یک تن جانب شهر در تاز شدند. جهان در نظر منظرشاه تاریک گشت. شاه و گدای عالم از یادش رفت و به اختیار دست بالا برده فریاد زدنی شد که یوسف علی خان پیش دستی کرد: بیستید، نپرید. صدای مرغوله‌دار آمرانه شاه تمام آوازها را پخش کرد و به گوش بندیان نیز رسید. تا پرتگاه 10-12 قدم مانده بود که 19 بندی بر جا ایستاده با رنگهای کنده و دلهای گنده در همان حال شخ شدند. امر نوبتی شاه بلند شد و جانشان به قالب درآمد: برگردید. اما بندیان به جای پس گشتن به سر پرتگاه دویدند و منظره ای را که دیدند همگی انگشت حیرت گزیدند. کیکه در کنار دریا
رو جانب قبله خوابیده بود و مردی قلندرنمای مانهش را بسته برای به ترتیب آوردن افت و اندامش تردد داشت. چون این کار را هم انجام داد، رو جانب سرای سنگ آورد و از دل خسته فریاد جگرسوزی کشید: دریای کلان و مرد دانا عجب است، گل کاشتن و خار بریدن عجب است. بلبل به قفس، قفس درونی آتش، آتش سوزد و قفس نسوزد عجب است. از زیر پرتگاه آواز چنان مؤثر و جانخراش می برآمد که ازدحام شاه و سپاه و دستور و ادب را فراموش ساخت و جانب شهال جای تاخت. میر جمال درویش دو گوشش را بندچه زده می مویید و در سر نقش کیکه فلکی می خواند. پایان قسم دوم. شنونده‌های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سرای سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.